با چراغی علم و دانش میهنم روشن کنم، از معارف نسل نو را رونقی میهن کنم، از معارف نسل نو را رونقی میهن کنم. معرفی رئیس جدید تکنولوژی معلوماتی در وزارت معارف. بر اساس پیشنهاد وزارت معارف و حکم مقام عالی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، مولوی کفایت الله عمری به حیث رئیس جدید تکنولوژی معلوماتی وزارت معارف معرفی گردید. در نشستی که به این منظور دایر گردیده بود، الحاج مولوی شهاب الدین ثاقب، رئیس عمومی دفتر مقام وزارت، مفتی حبیب الله قطاده نوری، رئیس نشرات و روابط عامه وزارت معارف، شماره از مسئولین ریاست‌های مرکزی و کارمندان ریاست یاد شده نیز حضور داشتند. در آغاز رئیس عمومی دفتر مقام وزارت معارف طی سخنان ضمن عرض تبریک به رئیس جدید در روشنایی آیات قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم از مسئولین و کارمندان خواست تا از احکام الله متعال و سخنان اولوالامر خویش اطاعت نموده و با هم برای بهبود هرچه بیشتر رشد و شگوفایی معارف در کشور کار کنند. اسلام جو اصول مطابق ولاړ شو دا شان مراعات کو افغانستان کې به هیڅ څه مشکل رانشي. افغانستان په خپل آبادیږي، افغانستان په خپل ترقي کوي، هر چا په خپل کمال باندې قائل شو، هر چا قدر وکړ په خپل کمال او په خپل انداز باندې افغانستان به حتما ترقی کوي. متعاقباً رئیس نشرات و روابط عامه وزارت معارف نیز پیرامون موضوع از دیدگاه دین مبین اسلام صحبت‌های همه‌جانبه نموده، معرفی رئیس جدید را تبریک گفت و در اجرای وظایف محوله موفقیت‌های مزید برایشان استدعا نمود. مجلس با دعایی از سوی مفتی حبیب الله قطاده نوری، رئیس نشرات و روابط عامه وزارت معارف خاتمه یافت. تعلیم کو پخبلو اولادونو مرحم